بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پیش دیدم آرتیسی و نظر مونده رو تمامش کردیم. بقیه تایمرهای باقی مونده از میکرو واشداگا رو ایندیپندنت و ویندو واشداگ رو دیدیم، چجوری ازشون استفاده میشه، چطوری رفرشش میکنیم، چجوری کانفیگش میکنیم، زمانشون چقدر میشه، اینا رو دیدیم. حالا یه کار جلسه پیش کرده بودیم، اول فکر نکرده توش طبیعتا. خب حالا مشکل رو من بگم یعنی چی بود مشکل چی کردیم حل شد. ما اینجا یه آرتیسی داشتیم که حل آرتیسی گت تایم قرار بود هر 2 ثانیه فراخوانی بشه. این هر 2 ثانیه فراخوانی میشد، ولی 1 ثانیهش آپدیت میشد. چرا اینجوری میشد؟ خب این اول یه آخر جلسه پیش یه مشکل پیش اومد. حالا اگه سلام اگه فیلم ها رو ببینید و اینا، آخر جلسه پیش یه مشکل پیش اومد که گفتم جلسه بعد بهتون میگن. اصلا همون جان کنم ببینید مشکل چیه. این باتریشو در آوردم، ساعتش به هم ریختم. ساعتی که جلسه پیش تنظیم کردیم طبیعتا باید به هم ریخته باشه. مای تایم اگه ببینید این چجوری تغییر میکنه، چرا اینجوری تغییر میکنه. ما انتظار داشتیم منظم و خوب تغییر کنه. حالا مشکل جلسه پیش این بود، یه ایندیپندنت واچ داگ داشتیم، یه ویندو واچ داگ داشتیم، هر دوتا رو کانفیگشون کرده بودیم با این MXWWDG اینیت. هر دوتاشون رو کانفیگ کرده بودیم، ولی فقط IWDG رو رفرش میکنیم توی وایلمون. اینجا فقط این رو رفرشش میکنیم در حالی که ویندو واچ داگمون هنوز فعاله. گفتم از این تابع اینیت که رد بشه واچ داگا فعال میشن، نیازی نیست استارتشون کنیم. ویندو واچ داگمون فعاله، برای همین میره میکرو رو ریستش میکنه. بعد حتما ویندو واچ داگمون هم رفرش میکردیم. دلیلش همین بود، چیز خاصی نیست. حالا اینو من کامنتش کنم مشکل حل میشه. خب حالا مشکلی که اینجا داشتیم، ببینید اینجا 2 ثانیه وای میسته، بعد میاد رفرش میکنه، بعد قراره دوباره گت تایم کنه. خب این چه اتفاقی میفته؟ از این خط MXIWDG اینیت که رد میشه، از اینجا که رد میشه واچ داگ رو شروع به شمارش میکنه. واچ داگ قراره هر 2 ثانیه دقیقاً هر 2 ثانیه آپدیت شه، سرریز بشه، حالا میکرو رو ریستش کنه. اینجا 0 مقدارش شروع میکنه به شمردن. الان داره میشماره، مثلا به اینجا که برسه یه زمانی گذشته، چون 100 میلی ثانیه فرض کنید گذشته. فرض کن 100 میلی ثانیه گذشته، اینجا میاد گت تایم میکنه. حالا اینجا مثلا یه کاری انجام میده، بعد میرسه به این خط. فرض کن به این خط رسید، هر جوری کاملا فرض کن 200 میلی ثانیه گذشته به این خط رسید. خب اینجا دیلی میکنه، چقدر؟ قرار 2 ثانیه دیلی کنه. یعنی پس قبل از اینکه دیلی این تموم بشه واچ داگ ما پر میشه، چون تا از اونجا تا اینجا 200 میلی ثانیه‌اش گذشته. واچ داگ ما تا اینجا پر میشه، قبل از اینکه این 2 ثانیه‌اش تموم شه میشه ریست میشه. خب تو این بازه 1.8 ریست میشه، دوباره میایم گت تایم. تو این بازه 1.8 ثانیه گذشته، نه 2 ثانیه. یعنی چرا 1.8 ثانیه گذشته بود؟ از آخرین باری که گت تایم کردیم 1.8 ثانیه گذشته. با اینجوری باشه بعد از مثلا یه بار که اینجوری شد 1 ثانیه آپدیت شد، بعد دفعه بعدی 2 ثانیه‌اش آپدیت نشون بده. نه 1.8 واقعا نمیتونه نشون بده، صحیح نشون بده. 1.9 هم نمیتونه نشون بده. یعنی خیلی نزدیک به 2، ولی ثانیه رو تو قبلیه نشون میده. انگار هر 1.9 ثانیه ما داریم گت تایم می‌کنیم، نه هر 2 ثانیه. من می‌دونم یعنی 1.9 ثانیه که گذشت، این مقدار 1 ثانیه گذشته رو نشون میده. ولی سری بعدی 1.8 دیگه بهش اضافه شد 3.7 انگار هم حالت قبلی 3.7 گذاشته. خب یعنی اون 2 ثانیه داریم. نه شما دارین هر 1.8 میگیریم. الان فرض کن 0 اون گرفتیمش 0 بوده، دفعه بعدی میشه 1.8 یک نشون میده. دفعه بعدی میشه چند؟ 1.8 بعد از اون یک نشون میده.
بیشتر این 5 تا اونجا یه بار بیشتر اجرا نمیشه اون کجا؟ خب داره ریست میشه. ریست میشه. از آخرین باری که گت تایم کردیم 1.8 هم گذشته. این تو اون محدوده‌ای که داره ریست میشه بالا میاد نمیشماره که شما اونجوری حساب کنید. حالا دیلیر رو کم کنیم میتونیم دیلیر رو زیاد کمش کنیم. حالا من چیکار کردم اینجا؟ اینو کردم 2600، یعنی یه ذره بیشتر از 2 ثانیه طول بکشه. یه ذره بیشتر از 2 ثانیه که طول بکشه اینجا مشکل دیگه پیش نمیاد، هر 2 ثانیه قشنگ آپدیت میشه. خب این مشکل این بود. حالا فهمیدیم دیگه چجوری برطرفش کنیم و اینا. دیگه آرتیسی چیز خاصی نداشت، فقط قرار شد من یک کتابخونه بهتون بدم که حالا یا تو گروه یا تو کانال میذارم کامل شده شو. سوالی چیزی نداد از آرتیسی نه. این فلگار هم دیگه فلگار رو این CSR 5-6 تا فلگ داشت، 5-6 تا منبع ریست داشتیم که این CSR رو چک می‌کردیم ببینیم از کدوم منبع بوده، بعد اینجوری چکش می‌کردیم، اینجوری هم پاکش می‌کردیم. وقتی این حالا دقت کنیم 4-5 تا منبع ریست داشتیم، وقتی این بیت رو یکش کنیم، اون بیت RMVF رو یکش کنیم، تمام فلگای ریست همشون صفر میشن، دیگه قابل تشخیص نیست که از کدوم بوده. بعد از اینکه اینو یکش کردیم، قبلش باید تشخیص بدیم. خب یه چیزی بگیم. جانم. الان 1.8 ثانیه بگذره مثلا صفر میشه 1. خب پس سری بعدی 2 دهم که تو دیلی میمونه شما فرض کنید نقص بعد سری بعدی آرتیسی دوباره از صفر شروع میکنه. فکر کنید توی ناحیه داره میشماره، وقتی داره ریست میشه بالا میاد میشماره. پس زمان دقیق نیست دیگه. نه خب اینجا زمان دقیق نیست. خب کلاس پروژکت دیگه سوال ندارید از اینجا؟ بستمش دارم. ندارید؟ خب حالا مبحث بعدی که ما خواهیم کار کنیم قرار بود پاور رو بگم بهتون. خب پاور چون زیاده میذاریمش جلسه بعد، حالا آخر این جلسه و یه ذره از جلسه بعد. بریم اول یه مبحث مهمتر، کار با حافظه فلش میکروکنترلرمونه. ما توی میکروکنترلرمون چند نوع حافظه داریم. یه حافظه SRAM داریم. حافظه SRAMمون حالا توی این میکرویی که شما دارید همون 103C8T6 هولوش 20 کیلوبایته. اینجا بیارم. اینجا نوشته. این کل حافظه‌ای که تو میکروم داریم 20 کیلوبایت SRAM داریم، 64 یا 128 کیلوبایت حافظه فلش داریم. SRAM جاییه که متغیرهای ما ذخیره میشن. تمام اون متغیرهایی که تو برنامه استفاده کردیم از هر نوعی که باشن تو SRAM ریخته میشن. برای که ببینید حجم SRAMتون چقدر اشغال شده، چه راهی پیشنهاد میکنید؟ چقدر از حجم SRAM اشغال شده، چقدرش مونده؟ نمیدونم چه راهی پیشنهاد میکنید؟ کل متغیر من ایناست دیگه. کل متغیر من ایناست. هر کدوم حجمش رو میریم مشخص میکنیم. یه تابع داریم سایز آف. سایز آف دقیقاً حجم چیزو میده، حجم متغیره رو میده. میتونیم از اون سایز آف استفاده کنیم، میتونیم مراجعه کنیم ببینیم حجم یه متغیر مثلا اینت چقدر اشغال میکنه، ولی از اون خیلی ساده تر. اینجا یه دونه اسپیس من بزنم کامپایلش کنیم. این پایین یه سری اطلاعات میاد. این دوتا رو، این سه تا رو که الان بعد ببینیم چی هست. یه ZI دیتا داریم. ZI دیتا زیرو اینیشیال دیتا. زیرو اینیشیال دیتا همون متغیرهای ماست. متغیرهای ما شدن 1076 بر حسب چیه؟ دیگه مشخص نیست. بر حسب بایت. 1076 بایت اشغال شده. فرض کنید نیست، چون خونه‌های حافظه تو آرم بر حسب بایت چیده شدن، بر حسب بایت میده مقدارشو. 1076 بایت، هولوش مثلا 19 کیلوبایت دیگه جا داریم تا 20 کیلوبایت SRAM همون پر بشه. پس اینجا تعداد کل متغیرها رو اینجا میتونیم بنویسیم. SRAM خاصیت مهمی که داره از اسمش مشخصه، رم استاتیک رم. حالا استاتیک رم باید رفرش میشد یا دی رم باید رفرش میشد؟
اسرم یا اسرم بود یا دیرم باید رفرش میشد. فکر کنم اسرمه که باید رفرش. حالا خاصیت مهمش اینه که رم با قطع برق تمام اطلاعاتش پاک میشه. خب ما میخوایم یه ای2پی رام درست کنیم تو میکروکنترلرمون. میکروهای ما ای2پی رام ندارن برخلاف AVR مثلا 4 کیلوبایت نمیدونم 10 کیلوبایت نمیدونم، حالا مقدار دقیقش رو نمیدونم، بعد نگاه کنم. اونقدر ای2پی رام داره. ریختن تو ای2پی رامش هم یه دستور خیلی ساده داره. حالا مثلا توی بسکام اگه نوشته باشید اینجوری تعریف میشه، دایره میشه اسم یه متغیر از مثلا بایت. این حالت کلی اینجوریه، یه متغیر آ رو از نوع بایت تعریف میکنیم. حالا اگه بخوایم این متغیر توی ای2پی رامش ریخته بشه، یه ایرم اولش اضافه میکنیم از ایرم بایت. خب حالا توی کد ویژن هم یه ایرم اولش اضافه میکنیم. توی AVR خوندن و نوشتن از این رمه یه سری از این ای2پی رامه یه سری محدودیت‌ها داره. این ذره ممکنه سخت باشه و یه ذره ممکنه وقتگیر باشه که خب ما کیه؟ بیا تو بیا. توی AVR که ما کاری نداریم. حالا مشخصه مهممون اینه که اونجا ای2پی رام داریم، میتونیم یه متغیر رو بریزیم توش، قطع برق پاک نشه متغیرمون، ولی اینجا ای2پی رام مستقل نداره. ما از همین فلش به عنوان ای2پی رام استفاده میکنیم. خب فلش چیه؟ من اینجا مماریایی که داشتیم ننوشته که فلش چیه. فلش همون جاییه که برنامه‌مون توش ریخته میشه. برنامه ما چیه؟ اینه. تمام این کدایی که اینجا نوشتیم، تمام این فایل‌ها و این کدها و این تابعی که همه تو فلش ریخته میشه. این دیس اسمبل میشه، یعنی اسمبلی میشه، تبدیل به زبان ماشین میشه، صفر همه ریخته میشه توی فلش میکروکنترلرمون. ما می‌خوایم الان با اون حافظه فلش کار کنیم. یه قابلیت فوق‌العاده‌ای که تو میکروهای ما هست اینه که حالا تو این میکرو خودمون همین 138 64 کیلوبایت حافظه فلش داریم، 20 کیلوبایت هم اسرام. حالا تو مثلا میکرو من 256 کیلوبایت حافظه فلش داریم، 64 کیلوبایت کام اسرام داریم. خیلی فرق. حالا 64 کیلوبایت ما حافظه فلش داریم. مشخصه مهمی که اینجا هست اینه که از این 64 کیلوبایت یه تعدادیش مثلا از صفرش تا اینجا هرچی هست اینا کدمون نوشته شده. حالا کد به علاوه یه سری داده که ما نمیدونیم، مثلا باشون کاری نداریم. حالا مشخصه مهمش چند بار گفتم اینه که از اینجا که کدمون تمام شده تا ته فلش، تا تمام حجم فلش اینجا کاملا قابل استفاده است، کاملا دست ماست. میتونیم هر جوری که خواستیم از اینجا بخونیم، تو اینجا بنویسیم. خب ویژگی خیلی خیلی خوبی که داره اینه که رامه قطع برق اطلاعاتش پاک نمیشه. خیلی راحت به عنوان یه ای2پی رام میتونیم ازش استفاده کنیم. این چقدر میمونه؟ کی چقدر میمونه؟ تا بی‌نهایت میمونه. چقدر میمونه؟ خب بستگی به کد ما داره. کد ما اگه تا اینجا بود از اینجا تا اینجاش خالیه. اگه تا اینجا بود اینقدرش خالیه. از یه جای بعدش بسته است. حالا تو میکرو 64 کیلوبایت حافظه فلش داریم. از کجا بفهمیم چقدر حافظه فلشمون پر شده؟ یه سری دیتا داشتیم که حافظه اسرم اشغالمون رو مشخص می‌کنه. یه کد داریم، اینقدر حجم کدمون شده. یه ZO دیتا داریم، نه RO دیتا داریم و RW دیتا. مجموع RW دیتا و RO دیتا و کد میشه حجم اشغالی از حافظه فلش ما. کد که مشخصه، RO دیتا و RW دیتا رو نمیدونم چیه. هر جا نگاه کردم نبود، فقط میدونیم که مجموع همه اینا میشه حجم اشغالی از حافظه فلش. الان حجم اشغال شده از حافظه فلش ما 20 بایت اینجا، 392 بایت اینجا، 5756 بایت هم اینجا. بهش ببینیم چقدر میشه. از اون به بعد تا 64 کیلوبایت کل حافظه ما قابل استفاده است. خیلی مقدار زیادی میشه. خب مهمترین حالا یه مشکل یعنی یه مسئله، چرا ما تمام متغیر تو اسرم تعریف میکنیم؟ اینقدر حافظه داریم. سرعت ارتباط یکیش اینه که سرعت ارتباط با فلش خیلی پایین‌تره نسبت به اسرم. یکیش اینه. یکی دیگه‌اش چیه؟ چرا اصلا این فلش استفاده نمی‌کنیم؟ فرض کنید ما یه کاری داریم که سرعت بالا لازم نداره.
خب باشه این میشه سرعتش کمه دیگه. ما یه اپلیکیشن داریم که سرعت کم لازم داریم، سرعت بالا لازم نداریم. سرعتی هم که کم میگم من حالا گرفتم زمانشو، یه داده رو اگه بخواد بریزه تو فلش حدود 66 میکرو 60 تا 65 میکروثانیه طول میکشه. حتی با قطع برق هم پاک نمیشه، فقط موقعی پاک میشه که ما بخوایم بریزیم. فلشه یکی از محدودیتاش اینه که به این راحتی قابل نوشتن نیست. هر داده‌ای که بخوایم بنویسیم توش بعد اول بلوک مربوط به اون داده رو پاکش کنیم که خب طبیعتا نباید میگفتیم دیگه، چون نمی‌دونست. بعد گفتم حالا آماده بشید. خب مهمترین عیبش همین سرعت پایینشه. سرعت پایینشه که نسبت به اسرم خیلی سرعتش پایین‌تر. ما فقط از اسرم استفاده می‌کنیم مگه اینکه مجبور بشیم بریم سراغ حافظه فلش. خب الان می‌خوایم فرض کنید یه داده رو بریزیم توی خونه از حافظه فلش، بعد بیایم بخونیمش. حالا برق رو قطع کنیم، بعد بخونیم، بعد وصل کنیم ببینیم پاک شده یا نه. خب تمام میکروهای STM یه پروگرامینگ منوال دارن. نحوه ریختن توی حافظه فلشش رو گفته، کلا ساختار حافظه فلش رو اینجا توضیح داده، نحوه پروگرام کردنش، نحوه پاک کردنش و اینا رو کامل گفته، اصلا نحوه دسترسی بهشون رو همه رو اینجا کامل گفته. میتونید در صورت نیاز مراجعه کنید. ولی حالا ساختارش اینجوریه، چیز خاصی لازم نداره ازش بخونید، همه کارا رو کتابخونی هر برام انجام میده، نیاز نیست اصلا کلا مراجعه کنید ولی در مورد خاص. خب کلا فلش ما اینجوری چیده شده، یه بلوک حافظه فلش داریم که حجمش 64 کیلوبایته. این بالا نوشته لو دنسیتی دیوایس. لو دنسیتی حالا میکروی 100 و خورده‌ای کلا سری F1 یا لو دنسیتی ان یا مدیوم دنسیتی ان یا های دنسیتی ان یا یه مدل دیگه‌اش بری های، اون بری های ایکس دنسیتی اسمش کانکتیویتی لاینه. کانکتیویتی لاین اینا به ترتیب حجم حافظه فلش چیده شدن. این لو دنسیتی، مدیوم دنسیتی، اون پایینش های دنسیتی، اینا کانکتیویتی لاین دیوایسز. اینجا این میکرو من کانکتیویتی دیوایسه، کانکتیویتی لاینه. اون میکرو شما همه مدیوم چیزا لو دنسیتی. اینا یه سری خاصیت چیزای جزئیشون فرق داره با هم که خب فعلا ما با چیزای جزئیش کار داریم. چرا یه خاصیت با هر میکرویی با فلشش کار کنید حتما برید مراجعه کنید به این عددی که اینجا نوشته ببینید چند. خب کل بلوک فلش ما این شکلیه. یه قسمت مین مموری داره، مین مموریش جاییه که کد ما ریخته میشه به علاوه اونجایی که در دسترس ماست. فرض کنید مثلا اینقدر کد ما ریخته میشه، بقیه‌اش همه در دسترس ماست، میتونیم استفاده کنیم، بقیه‌اش اینجاست. این قسمت مین مموریشه. بعد یه اینفورمیشن بلاک داریم، یه اینفورمیشن بلاک که توش سیستم مموری به علاوه آپشن بایتس. آپشن بایتس الان می‌بینیم چی ان، سیستم مموری واسه فعلا کاری نداریم. اینا یه سری خونه‌های خیلی محدودن که رجیسترهای کنترلی ان. رجیستر کنترلی ما که کلا با رجیستر کار نمی‌کنه، ولی اگه بخواد تو فلش بریزید ازش بخونید و اینا باید با اینا کار کنید. این رجیستر کنترلی تو دیتا شیت ننوشته، تو این پروگرامینگ منوال نوشته. برخلاف بقیه رجیسترها مثلا این کنترل رجیستر، استاتوس رجیستر، این کی رجیستر رو الان می‌بینیم چیه. یه کیه، قشنگ کلیده. خیلی چیز جالبیه، الان می‌بینیمش چیه. ما سیستم مموری رو کار نداریم، آپشن بایت رو می‌بینیم، اینا رو که کلا حل داره مدیریت می‌کنه. ما الان می‌خوایم با اینا کار کنیم. خب می‌بینید الان حافظه ما حالا اینکه 31 تا 1 کیلوبایت. حافظه ما 64 کیلوبایت حجم چیزش، حجم فلشش. من یه لحظه چک کردم اینا هم واقعا 64 کیلوبایت یا 32. کم 64 بود من خودم دیدم. بعضی سریا اینجا، بعضی سریا 64 بعضی سریا مثلا مال ما 103 سی 103 سی حالا ایکس تو که مشخص می‌کنه که 64 کیلووات باشه 128 کیلووات. اسرام می‌بینید اسرام همه تو لیسته، یعنی فلشش بعضی 64 بعضی 128. ما 38 64 کیلووات اینجا نمیشه تو کیوب مشخص شده کاملا. وقتی ما انتخابش کنیم اینجا ممکنه 64 فلشش 128. خب حالا با اینش که کار نداریم، ما 64 کیلوبایت حافظه فلش داریم. تمام حافظه‌های فلش تو تمام میکروی ST اینجوری مرتب شدن. اومدن اینا رو بلوک کردن. حالا ما با اینا که کار نداریم، با همین مین مموریش کار داریم. اومدن این مین مموری
بلوک کردن. کلا هر بلوک رو اسمشو گذاشتن یه پیج. در مجموع ما اینجا 31 پیج اینجا که نیست. پس ما مدیوم دنسیتیه. این لو دنسیتی نیست. این مدیوم دنسیتی حالت 64 تایش. لا میکرو ما رو اینجا نداره. این 128 اون 32 64 رو نداره مثلا. حالا کلا ساختارش این شکلیه. ما 64 تا بلوک داریم که هر بلوکمون 1 کیلوبایته. 64 کیلوبایت داریم که اینجوری بلوک چیده شدن توی خونه‌های توی بلوک‌های 1 کیلوبایتی. مثلا تو میکروهای دیگه 2 کیلوبایتیه. تو کانکتیویتی لاینا اینجا مثلا 512 این های دنسیتی 512 کیلوبایته. 256 تا بلوک داریم که هر بلوکش 2 کیلوبایته. این برای میکروهای دیگه است ولی برای میکروهای ما همینه دیگه. برای 32 تا یا 64 تا 128 تا بلوک داریم که هر بلوکش 1 کیلوبایته. ما الان می‌خوایم تو این بلوک‌ها عددمون رو بریزیم. خب اینا چیزایی که اینجا مهمه، یکی اینه آدرس شروع و آدرس پایان هر پیج. اینا خیلی مهمه. ما باید اینو مشخص کنیم، بگیم تو کدوم یکی از اینجاها می‌خوایم بریزیم. خب اول بیم اینا رو ببینیم. این همین آدرسایی که اینجا نوشته و حالا حجم حافظه فلشمون اینا رو می‌خوایم ببینیم. اصلا کلا می‌خوایم ببینیم تو فلشمون چه خبره. خب ببینید ما جان الان این پیجا کلا در دسترس ما بخش مجزا از این کدای که ریخته شده تو فلش. نه کدای تو فلش نمی‌دونیم تا کجا ریخته شده. مثلا تا پیج 10ش کده. از پیج 10 به بعد در اختیار ماست. خب مثلا می‌خوایم یه چیزی رو بریزیم تو حافظه. از کجا بفهمیم تا کجا پر شده؟ حالا همین می‌کنیم. نه اینجا اول این که همین نمیدونیم تو کجای فلش بریزیم. حجم کل حافظه اشغالی کدمان اینه 5796 392 20. ببینیم چقدره. خب 1756 تا 392 تا 20. کل حافظه فلش ما شده 6168 بایت. خب 6168 بایت به هکس تبدیلش کنیم میشه 1818. این عدد یادتون باشه، این عدد 1818 به هکس. میکروکانترلر پروگرامر من میاد چیکار میکنه؟ از خونه x0880 یکی کدا رو میچینه تا کجا؟ تا 1818 تا خونه بعدش. ما الان انتظار داریم این 1818 خونه بعد از این عدده کد ما باشه، بعدش خالی باشه. خب یعنی چی؟ یعنی تا کجا حافظه فلش هم پر شده؟ این عدده به علاوه آدرس شروع هم. آدرس شروع هم چنده؟ 0x08 2 تا 0 بعد 1 2 3 4. الان من انتظار دارم از خونه اولم تا اینجا همش کد باشه. خب میخوام اینو بررسی کنم. ببینیم واقعا آیا اینجوریه یا نیست. خب راه‌های دیدن حافظه فلش، اگه دوره قبلی یادتون باشه از منوی دیباگ خیلی راحت میتونستیم ببینیم حافظه فلش رو، محتویاتش رو. هم از اونجا بگم هم از اینجا. خب یه واچ داریم اینجا، یه مموری 1 هم داشتیم که گفتم بعداً بهش میرسیم. این مموری 1 آدرس تمام مموری رو تو خودش نگه داشته. میتونید اینجا فلش رو ببینید، میتونید اسرام هم توش ببینید. ما الان میخوایم فلش رو ببینیم. چه آدرسی شو؟ 0x08 12 123 4. ببینید آدرس 08 این آدرس شروع فلش ماست. حالا اینا چی هم؟ اینا کدن. هر کدوم از اینا یه عدد 8 بیتیه که معرف یه خونه حافظه است. گفتم توی آرم خونه‌های حافظه 8 بیت چیده شدن. اون که گفتم 8 بیت چیده شدن یعنی این یه خونه است، این یه خونه. این الان آدرس این خونه میشه 8 همش 0. آدرس این خونه میشه 8 آخریش 1. آدرس این خونه میشه 8 آخریش 2. همینجوری چیده شدن یه دونه میره جلو. خب من الان دارم انتظار دارم از این خونه تا 18 همش کد باشه. این 18 کد یا نه؟ این اف ها اینا یعنی خالیه. حافظه فلش وقتی پاک بشه همش اف میشه، همش 1 میشه.
من انتظار دارم تا یه دونه قبل این پر باشه. 17 پره، این که 18 خالیه. یعنی پس دقیقاً می‌بینید هم حجم حافظه فلش رو درست گرفتیم، هم اینجا داره کارش رو درست انجام میده. از 0 تا 18 که میشه 18 تا خونه. اینقدر خونه اشغال شده. خب پس اینجا خیلی راحت میتونیم هر خونه ای که بخوایم مستقیما مقدارش رو ببینیم. خب یه راه اینه که میتونیم ببینیم مقدار حافظه‌مون رو خیلی راحت. یه راه خیلی خوب دیگه با STM32 استیلینک یوتیلیتی میتونیم این کار رو بکنیم. همینجا من اینو ببندم. خب این ما الان کانکت تو تارگت میزنم، وصل میشه به میکرو کنترلر. خب اینجا دقیقاً باز دوباره همون چیز هست. خونه های حافظه رو اینجا میتونید خیلی راحت ببینید. خونه 8 فلان، این 4 تا خونه برداشت، این 8 تا خونه برداشت، این فلان. اونجا یه دونه مرتب کرده بود، اینجا 4 تا کنار هم گذاشته. این محتویات خونه 0 تا 32 بیتش اومده تو اینجا. همش به همین ترتیب میتونید هر خونه‌ای که خواستید ببینید. ولی مزیت مهم استیلینک نسبت به کیل چیه؟ این تا 18 هم بریم. 18 کوش. اگه گفتم اینا چرا پره؟ بعد یه بلوک اینجا خالی داریم. 18 رو ببینید. 18 بعد اینجا اون صفره که اونجا دیدیم دیگه از اینجا بعد باید همش خالی باشه. اگه گفتین چرا پره؟ ته کد چیه؟ باید خالی باشه. اصلا ما که پرگرم نکردیم. اینجا خالیه، اینجا پره. کجا بفهمه کد تا کجا بگیم؟ این چی از کجا فهمه؟ اینجا آخر کجا؟ اینجاست، همون حجمی که اینجا دیدی. اونا توی سیستم مموری مشخص میکنه که چقدر حق داره بره جلو کد رو بخونه. ولی اینا چرا پر شده؟ دقیقا از قبل مونده. خب چرا پاک نمیکنه کیل ما؟ چرا کیل پاک نمیکنه؟ من میخوام کلا پاک شه دوباره ریخته بشه توش. یکی از دلایلش اینه، یکی از چیزاش اینه، ولی تو کیل هم میتونیم این کارو بکنیم. ببین تو آپشنز فور تارگت بریم، تو دیباگ، سیتینگز، تو فلش دانلود. ببین اینجا گفته ایریز فول چیپ کنم وقتی میخوام پروگرام کنم یا ایریز سکتورز کنم. شما این سکتورایی که قبلا ریخته شده رو ایریز کنم. تا یه حجمی ایریز میکنه، بعدش دیگه ایریز نمیکنه. من الان اگه ایریز فول چیپ رو بزنم کل چیپم رو ایریز میکنه. خب هر چند تا پیج میشن یه سکتور. هر 200 البته اینجا نمیدونم هر چند تا پیجه، ولی معمولا هر 512 بایت یه سکتور. اینجا که نمیدونم اینجا هر چند تا پیج رو یه سکتور کردن. بعد ببینیم بخونیم. خب قابلیت مهمی که STM32 کیوب چیز استیلینک در اختیار ما میذاره این چی دیگه است. نه اولا این ایریز چیپ رو که بزنم کل اطلاعات رو پاک میکنه، ولی قابلیت خیلی خوبی که اینجا هست، برید تو تارگت. نه بذار اول یه کار دیگه بکنیم. ما الان یه بورد داریم از بازار، مثلا یه دستگاه خیلی خفن گرفتیم، میخوایم میکروشو کپی کنیم برنامه‌شو. چیکار کنیم؟ اولا که وصل میکنیم به همین، اصلا اینجا میشه وصلش میکنیم به این، کانکت میشیم به تارگتمون. اگه همه چی درست باشه، کانکت باشه، خیلی راحت اطلاعات حافظه فلش رو به ما نشون میده. از اینجا فایل، سیو فایل از میزنیم، مثلا رو دسکتاپ برنامه‌تون رو ذخیره میکنیم. مثلا چیه؟ P1 مثلا اسمش میذارم. این برنامه‌ایه که ما کپی کردیم، reading from memory، read کرد، فایل saved از فلان. این برنامه همون دستگاه خفنیه که ما گذاشتیم ریختیم رو میکرو، یعنی ریختن رو میکرو ما کپی کردیم ازش. خیلی راحت میتونید یه میکرو دیگه بگیرید، دقیقاً میتونید اوپن فایل بزنید. از اینجا فایل اسمش چی بود؟ P1 بود دیگه. این P1 رو من بازش میکنم، حالا کانکت میکنم به تارگتم. الان یه میکرو خام گذاشتم، فرض کنید کلا پاکش کردم، مثلا میکرو خامه. میکرو من خامه، تمام خونه‌هاش FF ان. نو خریدم میکرو.
این برنامه رو که از اون یکی میکرو کپی کردم، حالا خیلی راحت تارگت پروگرام اند وریفای، اینم استارت. به همین راحتی برنامه یه میکرو دیگه کپی شد توی فلش ما، توی میکرو کنترلر. خیلی کار خوبیه نه؟ این هم برنامه قبلی هست، اگه چکش کنید خیلی راحت میتونید یه چیزو بدوزیم کپی کنیم. واقعا باید انقدر راحت باشه. روال چرا باید ببنده؟ چرا چجور ببندم؟ هیچ کاری نیم. چرا؟ هیچ کاری که میشه کرد. خب ببین ما الان هر کسی که این کار نکنه یعنی بلد نیست. هر کی شما وقتی دستگاه زای تولید انبوه کنید باید حتما ببندید که اینجور اتفاقی نیفته روی میکرو کنترلرتون و اینا. از منوی تارگت یه قسمت آپشن بایتس داریم. این آپشن بایتس بود که نمیشد با کیل پروگرامش کنیم. به تو آپشن بایتس. خب اینا چی هن؟ کلی چیز نیست هست. از کجا شروع کنیم؟ اول از همین چیزی که گفتیم read out protection. read out protection ما یعنی میتونیم اجازه داریم از میکرو کنترلر بخونیم حافظه فلشش یا نه. الان دیسیبل پروتکشن نداره. این رو اینیبلش میکنیم. الان پروتکشن داره، اپلای میزنیم، updating option bytes. could not set option bytes will reset and try again. cannot read memory مموری نمیتونم بخونم. disable read out protection again. خب حالا من read out protection رو روی این میکرون فعال کردم. این اروری که میاد همه منطقی بودن چون داشت آپشن بایس رو فعال میکرد. من فعالش کردم، الان میذارم connect to target cannot read memory. دیگه نمیتونه مموری رو بخونه. چی؟ نه با هیچ نمیشه، فقط با همین STMC و دستلیک. خب میکرون غیر قابل استفاده شد. چیکارش کنیم؟ پاکش کنم؟ read out protection is activated. الان پروتکت شده خیلی شدید. پروتکشن کرده نمیذاره بخونه. چی؟ این آپشن بایتس ها رو فعال کردیم. این آپشن بایتس یه سری بایت اضافه است، حالا بیت اضافه است که توی میکرو کنترلر تو حافظه فلش گذاشتن. اینجا بود اگه شکلش یادت باشه. اینا آپشن بایتس اینجا یه سری بیت کنترلی همیناست. یه سری قابلیت اضافه است که سخت افزاری تنظیم میشه. مثلا همین رید اوت پروتکشن هم سخت افزاریه. یه خاصیت دیگه مثلا اینجا میتونیم ببینیمش تو آپشن بایتس. الان میگم بهتون. خب اولا چجوری این مشکل رو حلش کنیم؟ یعنی الان میکرون دیگه قابل استفاده نیست. هیچ کاری نمیشه کرد. بوت میتونی از یه جا دیگه بوتش کنی. ولی این برنامه رو چیکارش کنیم؟ زمانت من اینو ببندم STMC و استینگ یوتیلیتی و دیسکانکت شم از دیوایس هم. فلش تایم آفتر ریست انتر. اینجا هم نمیتونیم کارش کنیم. خب بریم سراغ حل مشکل. نه دیگه کانکت نمیشه. حتی کانکت که میشه. چرا؟ تیکه آپشن بایتس ها. خب همین کار باید بکنیم. ولی الان ببینیم چه اتفاقی میفته. اگه اینجوری باشه که من میرم یه میکرو میگم آپشن بایتس رو تیکشو برمی‌دارم. الان رید اوت پروتکشن من اینیبل بود، حالا دیسیبلش میکنم. دیسیبل میکنم اما اپلای میذارم، حدس میزنید چه اتفاقی بیفته؟ چی؟ کل حافظه فلش رو پاک میکنه. همین راحتی. میگه دیگه اینجوری نمیتونه هیچکس کد شما رو کپی کنه. خب دوباره مجبوریم اینو پروگرامش کنیم. حیف شد. خود شرکت استی میتونه این چیزا رو آپشن بایت رو عوض کنه. ما کاری از دستمون بر نمیاد. ما میتونیم برنامه‌شو بنویسیم، ما میتونیم با کیل برنامه‌شو بنویسیم، همینجور که تو فلش داریم برنامه میریزیم، اطلاعاتو میریزیم، تو قسمت آپشن بایتسش برنامه بریزیم. ولی باید اول بتونیم پروگرامش کنیم تا آپشن بایتشو عوض کنیم. که خب کیل اجازه نمیده. خب حالا من دوباره پروگرامش کردم و اینا. حالا تو آپشن بایتس یه سری چیز اضافه می‌بینیم. اولا از حافظه فلش یه واشتاگ سخت افزاری داریم. واشتاگ دیدیم این واشتاگمون بعد می‌اومدیم تو برنامه اینیتش می‌کردیم، رفرشش می‌کردیم و چیکار فلان. این تیکه اگه زده باشه میگه من می‌خوام اون واشتاگ نرم افزاری تنظیم بشه. ولی اگه تیکه رو برش داریم دیگه نرم افزاری لازم نیست تنظیمش کنیم یا اینیتش کنیم. خودش
استارت میشه. بعد از اینکه شروع به کار کنه میکرو ما خود واشتاگی استارت میشه. فقط تو برنامه حتما باید رفرشش بکنیم. دیگه خودش رفرش نمیشه. استارتش باید بکنیم، تو برنامه باید رفرشش کنیم. ایندیپندنت نوشته هاردور ایندیپندنت واشتاگ، سافتور ایندیپندنت. ویندو واشتاگ این قابلیت رو نداره. حالا ما فعلا میخوایم همینجوری باشه. سیفی استارت این حالت استاپ و شات داون و اینا هم که جلسه بعد بهش میرسیم پاور رو. بقیه‌شون که ما فعلا کاری نداریم چون داریم از فلش لود میکنیم برنامه رو. خب اینجا ما میتونیم رو هر پیجمون هم یه پروتکشن بذاریم. مثلا رو پیج 1 قبلا خود انتخاب میشد. رید پروتکشن هم داشت اینجا. اینا سکتوره. آره از 62 تا مثلا فلان سکتور. آره این اولش دو تا چیده شده بعد اینجوری نمیدونم چون منظم چیده شده. فقط نکردم. خب این رایت پروتکشن هم میتونیم داشته باشیم دیگه. اجازه نمیده تو این ناحیه ها رایت کنیم. مثلا تو برنامه الان میخوایم ما تو اینجا بنویسیم. اگه رایت پروتکشن باشه دیگه نمیذاره تو اینجا بنویسیم. حتما ما رایت پروتکشن رو برداریم. این رایت پروتکشن هم همه با آپشن بایس تنظیم میشه که خب حالا میتونید خیلی راحت تنظیم کنید. رید اوت پروتکشن هم دیسیبل و تمام. این هم از آپشن بایتس. خب دیگه ما تقریبا ما این استینیک یوتیلیتی کاری نداریم تا دوره پیشرفته. بعد الان یه سری چیزو شاید بخوام ببینیم توش فعلا باز باشه. خب الان میخوایم ما تو فلشمون یه مقداری بریزیم. اولا دید چجوری ببینیم فلشو، بعد کجاهاش حق داریم بریزیم، کجاهاش میتونیم دستکاری کنیم و اینا، چجوری پروتکشن بذاریم روش، چجوری رایت کنیم. 549 شد. چجوری رید کنیم حالا میخوایم مثلا تو این پیج بنویسیم. خب مهمترین عیب کار با حافظه فلش اینه که اگر ما بخوایم توی یه خونه از حافظه فلش مثل این داده یا بریزیم، باید قبلش این خونه رو پاکش کنیم. هر چی باشه اصلا میپره دیگه. باید قبلش پاکش کنیم بعد یه مقداری روش بریزیم. خودش زمان اضافه میده. بعد هر چی تو خونه باشه پاک بشه، دوباره یه مقدار جدید ریخته بشه. حالا یه استثنا هم داریم. اگه بخوایم صفر رو بریزیم توی این نقطه تو این خونه، لازم نیست قبلش پاک بشه. ولی فقط صفر اینجوری. و غیر از صفر هر عددی که بخوایم بریزیم توی این خونه تا قبلش این خونه رو پاکش کنیم، بعد بریزیم توش. بعد بریزیم توی همون خونه. خب حالا چجوری پاکش کنیم؟ باز یه عیب دیگه. این که ما اگه بخوایم ما میتونیم خونه به خونه تک به تک خونه ها رو پروگرام کنیم. بگیم توی این خونه صفرش بریز، بعد یکش بریز، بعد دوش بریز، ولی نمیتونیم خونه به خونه پاکش کنیم. چجوری میتونیم پاک کنیم؟ وقتی چی؟ همه رو میتونه همه فلش رو پاک کنه که اینو نمیخوایم دیگه. این فلش رو پاک کنیم کل کد ما هم میپره. اینو نمیتونیم انجام بدیم. یه حالت دیگه هم هست که پیج پاک میکنه. هر پیجی که ما بگیم اونو پاکش میکنه. پس ما اگه بخوایم تو این خونه بریزیم، باید کل پیج نوشته این خونه رو پاکش کنیم. بعد بیایم تو اون خونه بریزیم. مهمترین عیبی که کار حافظه فلش داره اینه. یه ذره دردسر داره. ریختن و پاک کردنش داره. مثلا یه پیجی تا نصفش برنامه هست و نمیتونی استفاده کنیم. حالا اونقدر حافظه فلش زیاده که معمولا اونقدر مرزی ما کار نمیکنیم. خیلی بیشتر از اون جا داریم. خب پس چیزایی که مهمه اینه که شماره هر پیج رو باید داشته باشیم. فرض کنید میخوایم تو خونه الان کد ما تا 18 نوشته بود داره. خب من یه استارت پیج میدم. مثلا تا این پیج 31 خوبه. 32 کیلوبایت بنویسیم. 0820 این چیزه چون نمیگه این لو دنسیتیه. میکرو من کانکتیویتی لاینه. اینه میکرو من. خب من تا 18 نوشتم. 18 میشه پیج 3 اینجا. این 8 که باشه
کل پیج 3 هم اشغال نشد. از پیج 4 به بعد خالیه. ولی من دوست دارم تو پیج مثلا چند بریزم؟ تو پیج 20 بریزم. دوست دارم تو پیج شماره 20 بریزم. بعد آدرس شروع اون پیج رو داشته باشم برای ریختن و نوشتن توش، برای ریختن و خوندن ازش. آدرس شروع پیج 20 رو چجوری به دست بیاریم؟ خب فرض کنیم می‌خوایم آدرس شروع پیج 1 رو به دست بیاریم. من اضافی رو ببندم. اومد دیگه. خب من می‌خوام آدرس چیه؟ می‌خوام آدرس پیج 1 یا پیج حالا 20 رو به دست بیارم. پس دیگه برای نوشتن تو هر پیج باید اول پیج رو پاکش کنیم. پس باید حالا برای پاک کردن اون پیج هم آدرس شروع پیج لازمه که با من ورودی بدیم. خب اینجا آدرس شروع هر پیج رو چجوری به دست بیاریم؟ خب الان چی رو تقسیم بر 2 کنن؟ من پیج 1 رو میخوام. آدرس شروع پیج 1 چنده؟ میخوام الان چک کنیم. ما پیج 20 رو اصلا نمیدونیم. اونجا که ننوشته. ولی 8 صفر داریم. خب 8 صفر چرا داریم؟ میدونیم دیگه کلا 8 صفر از اول شروع میشه پیج. آره شروع پیج 0 رو داریم. مثلا پیج 8 2 کیلو 2 کیلو ضرب در می‌کنه. خب ما حالا دسیمال می‌ریم. پیج 0 اون که 0 آدرس پیج 1 رو می‌خوایم. پیج 1 چقدره؟ 2 کیلوبایت. 2 کیلوبایت چند بایته؟ 2 کیلوبایت چند بایته؟ 2000 بایته؟ کلی وقت سر این گذاشتم. 2 کیلوبایت 2000 بایت نیست. 2048 بایته. آره همون لحاظ 2 کیلوبایت 2048 بایته. خب 2048 بایت 2048 بایت رو به هکس تبدیل میکنیم میشه 800 به علاوه آدرس شروعمون. آدرس شروعمون 08201234. پس این میشه آدرس شروع پیج 1. به همین ترتیب برای هر پیجی که خواستیم میتونیم آدرس شروعش رو مشخص کنیم. پیج ما الان شماره 20 20 تا ضرب در چند؟ چرا این کار بکنیم؟ مگه 20 ما به هکس این نمیشه 14 میشه دیگه. خب اینقدر ضرب در 800 800 همون 2 کیلوبایت هکس دیگه. اینقدر ضرب در 800 به علاوه آدرس شروعمون 0x8 2 تا 0 1 2 3 4. این آدرس شروع پیج 20 ما میشه 8 2 0 این آدرس شروع پیج 20 است. خب پس ما میخوایم الان تو همین خونه یه چیزی رو بنویسیم. 800 a 0 میخوایم یه چیزی رو بنویسیم. میریم تو کیلمون. خب تو این برنامه بنویسم دیگه. فقط واچ تاگر رو من غیر فعالش کنم که رفرش نخواد. 103 کیلوبایت بود. آره برای 103 1 کیلوبایت هم یعنی 1024 بایت. اینم دقت کنید. خب توی حالت دو پاور چیز استراحان رفرش میشن. 3 تا حالت لو پاور داریم. حالت اسلیپش رفرش میشن ولی تو اون 2 تا حالت نمیشه. اطلاعات پاک میشه. خب الان میخوایم یه چیزی رو توی این خونه بنویسیم. مقدمه این کار اینه که اول پیج مربوط به این خونه رو پاکش کنیم. خب دستور پاک کردن حافظه فلش بگیم. اولش که حله، بعدش فلش اکستندد ایریس 2 نوعه. اولش یا ایریس خالیه یا ایریس آیتیه که اینتراپت میزنه وقتی ایریس بشه. فعلا ایریس آیتی نمیخوایم چون کارمون سری نیست. همون فلش ایریس خالی. خب 2 تا ورودی داره. ورودیاش 2 تا یه استراکچر با یه عدد 32 بیتی. خب ورودی اول یه استراکچره که تا حالا ندیدیمش. فلش ایریس اینیت تایپ دف. فلش ایریس اینیت تایپ دف یه استراکچره که یه سری خواص رو تو خودش نگه داشته. حدس میزنید این خواص چی باشن؟ یکیش که قطعا اینه من کدوم پیج رو پاک کنم.
خب یک شو که من گفتم، بقیه‌شو شما تا موقع فکر کنید. من یه استراکچر تعریف میکنم، اون بالا مثلا چی بذارم؟ f ایریس. یه استراکچر تعریف کردم f ایریس مثلا. ورودی اولش یه استراکچر f ایریس، ورودی دومم یه عدد، یه پوینتر 32 بیتیه. پوینتر رو که ما کار نمی‌کنیم باشون، یه آرای 32 بیتیه. مثلا f error اسمشو میذارم. بریم این دوتا رو تعریف کنیم. نه اینا رو با کیوب کلا نمیشه. فلش ایریس اینیت تایپ دف اسم استراکچرمونه، اسم نوع استراکچرمونه، اسمش هم که f ایریس. خب این چیزمونه، این اونه. حالا یه یو اینت 32 آندرلاین تی هم میخوایم که اسمش f اروره، یه دونه ای هم هست. این هم اون ورودی دوم. الان خب اول ورودی اول ما میخوایم f ایریس رو مقدار دهی کنیم. f ایریس اول ببینیم چه عضوایی داره. خب این 4 تا خاصیت رو برای f ایریس میتونیم در نظر داشته باشیم. یکی بانکسه. ما کلا توی حالا این میکرو نه، سری f4 رو میکرویی که حافظه فلششون بیشتره، فلش هم آدم بانک کردن. علاوه بر سکتور رو حالا پیج و اینا، آدم چندین تا سکتور رو، چندین تا پیج رو به یه بانک تقسیم کردن. کلا توی میکروها حالا سری خفنش هم 2 تا بانک بیشتر نداریم، یا بانک 1 یا بانک 2. چقدر میشه یه بانک؟ ندارم آدرسشو، الان میرم نگاه میکنم از اینجا. مقدارشو ندارم. اینجا مشخص میشه از کدوم بانک بره این کارو بکنه. 2 تا بانک مستقل هستن. ما فرض میکنیم که نه، چون تو میکرون فقط یه دونه بانک داریم، این بانک فعلا برامون مهم نیست. هر چی بزنیم خودش یک در نظر. بانک رو میتونیم مشخص نکنیم مثلا. خب یکی نامبر اف پیجزه. میگه من چند تا پیج پاک کنم. چند تا پیج میخوایم پاک کنیم از پیج 20؟ یه دونه فعلا. نمیخوایم کار خاصی که نداریم. خب f erase dot ورودی بعدی پیج ورودی که نه، عضو بعدی پیج آدرس. اینجا آدرس شروع هر پیجه. خب خیلی سریع بگین مشکلی که ممکنه اینجا پیش بیاد چیه؟ من پیج آدرس هر چیزی میتونم بدم؟ من اصلا چرا آدرس شروع پیج رو دست آوردم؟ چون دادم اونجا. اون پیج آدرس شروع هر پیجه. دقیق چک نکردم ولی یه چک کلی برنامه رو دیدم اینجوریه که شما هر آدرس اینجا بنویسید، اون آدرس نماینده اون پیجه. یعنی میره کل اون پیجه رو پاکش میکنه. ولی سعی کنید اینجا اونجوری ننویسید. سعی کنید شماره آدرس پیج و استارت پیج رو به دست بیارید، اینجا بنویسید که هم مشخص باشه کدوم پیج پاک میشه، همین که دستتون باشه که هم یادتون باشه که دقیقاً کدوم پیج رو پاک کرد. هم این که متغیری که تو اون پیج ریختین، دادایی که تو اون پیج ریختین مشخص باشه که پاک نمیشن یا پاک میشن. خب ورودی دوم عضو بعدی هم مرتب کردیم. حالا f erase dot type erase. type erase میتونه دو نوع باشه. گفتم یا کل فلش رو پاک میکنه یا فقط پیج رو پاک میکنه. خب فلش این بعد از همون تعریف خودش باشه. فلش underline type erase. یه تایپ ایریس پیج داره، یه تایپ ایریس دیگه هم داره. نه این مسیج. همینه دیگه، فکر کنم مسیجه. کلا دو نوع تایپ ایریس داریم، یه مس ایریس داریم، یه پیج داریم که مشخصه دیگه اسمشون. مس ایریس کل فلش رو پاک میکنه، تایپ ایریس پیج هم که فقط پیج رو این پیج رو پاک میکنه. خب جانم چیزاش متغیر استراکچرتون هم پوشانی نداره با هم. مثلا وقتی یه صفحه است آدرس شروع صفحه رو دادید یا خب چه معنی داره روی استفاده تایپ ایریس؟ یعنی گفت یه صفحه خب اونو در نظر نمیگیره دیگه. خیلی جا تو حل اینجوری داریم. تو حل اصلا همین بانک رو چرا ما الان میدیم؟ درسته ولی این حالت کلیشه دیگه.
این میاد چک میکنه اینجا اگه ببینه مس ایریس باشه دیگه دوتا رو اهمیت نمیده اون اولویتمون بیشتره. آره دیگه اگه مس ایریس باشه اینجوری. حالا میتونیم توش هم ببینیم این واقعا اینجوریه. خب حالا ببین اول چک میکنه که اگه تایپ ایریس اون مس ایریس باشه میاد تو اینجا دیگه اصلا بقیه‌شون مهم نیست. بعد اگه else بود میاد این کارا رو میکنه. اگه if بود همینجا یه کاری انجام میده فکر کنم باید ریترن هم بکنه دیگه. نه دیگه else اینجا بیا ببینم دیگه اصلا این else اجرا نمیشه. استاتوسشو میکنه اوکی. همینجا که استاتوسو میکنه اوکی یعنی کارش تمام شده. اینجا همینجا که استاتوسو میکنه اوکی یعنی دیگه بقیه‌شون اجرا نمیشه. خب الان ما انتظار داریم که وقتی این کد رو بریزیم رو میکرومون این پیج پاک بشه ولی اینجوری نمیشه. چرا؟ نمیدونید چرا دیگه من میگم سعی. میاد کلا برای کار با حافظه فلش چون حافظه فلش خیلی حساسه کدمون توش ریخته شده به محض اینکه پروگرام شد و شروع کار کرد برنامه حافظه فلش قفل میشه. دیگه هیچ دسترسی به حافظه فلش نداریم. نه میتونید رایت کنید توش نه شما میتونید بخونید. میکرو میتونه بخونه ما نمیتونیم بخونیم. برای ریختن تو حافظه فلش حالا پاک کردن و ریختن تو حافظه فلش و کلا کار با فلش باید اول آنلاکش کنید. آنلاک کردنش هم یه روال خیلی جالب داره. حالا اگه حال داشتین برید بخونید اینجا رو. یه کی داره کوش. حالا اون کیه اینجاست فکر کنم. آره یه کی 1 داره و کی 2 تا کد داره که میتونید برید بعداً بخونید. این دو تا کد رو باید به ترتیب مشخص بریزید تو اون کی رجیستره. دقیقاً مثل یه کلیده که میتونید توی قفل فلش رو بازش میکنه. ولی به ما که ربطی نداره. تابع حل خودش این کارو میکنه. تابعش چیه؟ تابع حل خودشون این کارو میکنه. حل آندرلاین فلش آندرلاین به همین راحتی آنلاک. خب این خب سعی کنید بعد از اینکه کار کردین با حافظه فلش کارتون تموم شد حتما لاکش کنید دوباره. حل آندرلاین فلش آندرلاین لاک. خب الان این خط که اجرا بشه این پیجر رو میره پاکش میکنه. خب حالا این پیجر رو پاک کردیم. ما می‌خواستیم یه چیزو بریزیم تو میکروکنترلرمون. یه داده رو می‌خواستیم بریزیم تو میکروکنترلر. چیکار کنیم؟ حالا قبل از اینکه لاکش کنیم حل آندرلاین فلش آندرلاین نه رایس نداره. ما برنامه رو چیکار می‌کنیم تو میکرو؟ پروگرام می‌کنیم. یعنی وقتی کلا با فلش می‌خوایم کار کنیم پروگرامش می‌کنیم رایتش نمی‌کنیم. پروگرام داره. پروگرام دو تا حالت اینتراپت دار و بدون اینتراپت داره که فعلا ما با حالت عادیش داریم کار می‌کنیم. اما تایپ پروگرام میتونه یعنی تعداد بیت رو مشخص میکنه. چند بیت بریزم. حدس بزنید چه عددی میتونه باشه اینجا؟ 8 16 32 64. خب برخلاف انتظارات 8 بیت نداره. حتما باید 16 بیت بریزه. حالا معمولا که به این مشکل برنمیخوره ولی اگه خواستید خیلی صرفه جویی بشه تو حافظه یه داده 8 بیتی رو خواستین بریزین خواستین صرفه جویی بشه باید 8 بیت رو بذارید کنار هم در قالب یه 16 بیتی پروگرامش کنید. ولی خب معمولا ما برای 8 بیت کل 16 بیت رو اختصاص میدیم. کلا مگه چقدر داده می‌کنید؟ شاید لازم داشته باشه زیاد. حالا شما خودتون نخورید. اخیراً آره. یه برنامه داشتیم همین پیروز رسید. کامل شد. برنامه پیروز کل فلش رو لازم داشت. صداره؟ بالاخره نه هنوز تمام نشده. بعد 3 ماه. خب تایپ پروگرام میتونه 16 بیت باشه 32 بیت باشه یا 64 بیت. باید یکی از مقادیر مشخصه یعنی دیفاینای مشخص باشه که اینجوری نوشته میشه فلش آندرلاین تایپ پروگرام. میبینید اینجا یا ورد باید باشه یا دابل ورد یا هاف ورد. اسمشون مشخصه. ورد 32 بیتیه، دابل ورد 64 بیتی، هاف ورد هم 16 بیتی. فرض کنید میخوایم یه داده 16 بیتی رو بریزیم. هاف ورد ویرگول. خب اینجا آدرس رو مشخص میکنم. میگه من تو چه خونه ای بریزم این داده اونا.
آدرسمون اینجوری مشخص میشه خیلی راحت 0x8 همین تو همین خونه بریزیم 20 A123 0 اینجا مثلا بریزیم چی؟ بیا دیگه دیتا تو حالت کلی 64 بیتیه ولی میتونیم کستش کنیم که 32 بیتی بده همون کاری که تو DMA کردیم. خب میخوایم تو این خونه چه دیتایی بریزیم؟ الان خودش 64 تایی میگیره بعد 16 تایی یعنی 64 تایی میگیره دیتا رو 16 بیت اولش رو جدا میکنه. خب اینجا هم حتما کستش کنید که بگین داده من 16 بیتیه. سلام چیشونی میگم بازم چشم. خب الان ما عدد 1 رو ریختیم توی این خونه از حافظه. خب حالا میخوایم عدد مثلا چند رو بریزیم یا عدد دیگه هم بگیم بریزیم 2 رو هم بریزیم توی این یه خونه بعد از این نه یه خونه که نمیشه 2 تا خونه بعد از این باید بریزیم. چرا؟ یه پیج کامل پاک کردیم. خب ما اینا رو میخوایم بریزیم تو پیج 20 و همین ترتیب میخوایم بریزیم تو پیج 21. پیج 21 میشه هر خونه 4 بیت نیست هر خونه 8 بیت. این پیج 20 من الان میخوام برم پیج 21 بعد 2 کیلوبایت به این اضافه کنم. این هم پیج 21 هم. چون؟ آره میخوایم ببینیم آیا انجام میشه یا نه. خب من یه چیز دیگه هم اینجا اضافه کنم که حالا اینجا مثلا 3 این هم 4 اینو هم میزنم 0. چی؟ خب پس الان تو پیج 20 اون رو ریختیم 21 اینو. حالا میخوایم ببینیم برای این داده هامون چه اتفاقی میفته. چی؟ خب مثلا این کستا رو بردارم یه لحظه اول ببینیم اینجوریش چی میشه بعد با اون کست چی میشه. شاید شک کردم. میخوام ببینم میشه یا نه. اینتیجر 32 میخوام ببینم چه اتفاقی میفته. خب بریم تو دیباگ ببینیم چی میشه. اونجا که میخواستیم بریزیم 0.8 شانس هم الان پاک شده قبلا. حالا ببینیم دوباره میشه اتفاق یا نه. خب از این خط که به یک ذره پاک میکنه الان باید تو اون خونه بنویسه. خب میبینید 0 1 0 0. چرا اینجوری نوشته؟ مشخص چرا اینجوری نوشته؟ این دو تا خونه شدن 16 بیت. این بایت پر ارزشه، این بایت کم ارزشه. یعنی اینجوری شما عدد باید بخونید 0 1 0 0. همین یکه دیگه. الان باید تو دو تا خونه بعدش 2 رو بنویسه. چی؟ الان باید 2 رو بنویسه. میبینید نوشته دیگه 0 2 0 0. تمام؟ سوال؟
چون میگم این بایت کم ارزشه، این خونه 0 0 این خونه 0 1، یعنی اینجوری چیده شده میگم. این خونه 0 x 0 8 حالا از 0 شروع کنم چون از 1 شروع کنم اینجوری. این خونه اینه 0 0 بعد این 0 1 این 0 2 0 3 0 4. حالا میخواد 8 بیت بچینه تو اینجا. 8 بیت رو چجوری میچینه؟ اول بایت کم ارزش اینجا رو میکنه 1 اینجا رو میکنه 0. اوکیه؟ منطقی که پشتش نیست. از این ور میچینه حافظه رو. گفتیم تو 0 اینو بچینه تو 1 اینو. میاد دو تیکش میکنه، کم ارزش رو میذاره 0، پر ارزش رو میذاره 1. همیشه همینجوریه. این ور 16 بیت بر 32 بیت هم همین. از کم ارزش به پر ارزش میچینه. خب اینه بعد حالا 0 2 هم که اینجوری میچینه، 0 3 هم که اینجوری میچینه و همین ترتیب. الان هم کستش نکرده درسته؟ نه. الان فقط عدد بزرگی دسیمال درسته پیش. آره. خب الان انتظار داریم تو این خونه هم 3 و 4 رو بریزه. 3 و 4 و 0 رو بریزه. کسیش هم داره همین اتفاق میفته؟ نکردم. الان میکنیم میبینیم چی میشه. نمیدونم اینو. خب 0 x 800 800 میریزه؟ چرا نباید بریزه؟ پاکش نکردی. من گفتم وقتی چیز میخواد پاکش کن. باید پاکش کنیم. ولی این قبلا پاک شده. فکر میکنم بریزه. حالا ببینیم میریزه. ریخت. قبلا پاک شده. آن کردیم. 0 استثناء همون 0. نه گفت توی صفحه‌ای که پاکش نکنیم اگه پاکش نکنیم بنویسیم. خب توی صفحه رو خودش نه پاک نمی‌کنیم. گفتم استثناش فقط 0 که اگه 0 رو بخوایم بنویسیم نیاز نیست پاکش کنیم. اونم پاک نمی‌کنیم. 0 رو میریزه. یعنی عملاً اگه اف باشه کلا اوکیه. نه بیت متناظر با اون پاک میشه آخه. یعنی اف هم ما بریزیم یعنی پاک کردن نیست. همین میگم هر جا که میخواد بریزیم اگه قبلا مثلا بریم نگاه کنیم. خب از کجا معلومه من اف رو نریختم توش؟ نمیفهم. ما نمیفهمیم باید پاکش کنیم. خب حالا بعدی هم میریزیم. خب الان دیدید پس توی این خونه ها چیده شد. بعد الان هم لاک شد. الان هم که میره کار عادیشو انجام میده. تاگل بود؟ آره تاگل میکنه. تاگل نمیکنه. میدونی چرا؟ الان هنگ کرده بود. چون من رفرش کرده بودم واچ داگمو در حالی که فعال نشده بود. اینجا رفته تو هارد فالت هندلر. حواستون باشه به اینا. من الان اینو چیز میکنم دوباره میزنم. خب الان من برقشو میکشم که ببینید اطلاعات حافظه فلشمو پاک نشده. طبیعتا نباید پاک بشه. خب الان من برقشو کشیدم و زدم و اینا. حالا ببینیم خونه ها پر شدن یا نه. یه تغییر کوچیک من بدم. چی؟ کستم میکنم. این اول یه تغییر کوچولوی دیگه. ما الان انتظار داریم این خونه 1 باشه، این خونه 2 3 4 0. الان من میخوام این خونه رو مثلا بکنمش چه میدونم 8. خونه A800 رو میکنم 8. میخوام بکنمش 8. ببینیم میشه یا نه. الان انتظار داریم بشه یا نه. الان دیگه چون قبلا پروگرام شده نمیشه. بذار یه تغییر دیگه هم پس بدم حالا که مثلا الان که نمیشه باید ببینیم. خب اول بریم خونه A00. خب ببینید مقادیری که قبلا ریخته بودیم من برقو کشیدم وصل کردم چیز نشدن پاک نشدن. خب آنلاکش کردیم گفتیم بیا این پیج رو پاکش کن. از این که رد بشه میبینید پاک شده.
جفتشون اف اف شدن دیگه، اف اف شدن. حالا میریزیم 01 02. حالا بریم تو این خونه. پس اینجا داره کارشو درست انجام میده. چند 800 بود. خب اینجا من انتظار دارم رد بشم 8 بشه ولی نمیشه دیگه چون قبلا پاک نشده. اینم 4، اینم 0، اینم از این. خب پس دیدین دیگه اینجا باید حتما ایریس بشه تا بتونیم استفاده کنیم ازش. یه نکته ما بریم اول کستش بکنیم بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. موقعی که اف اف بود که پاک نشد تو چرا اون نوشت قبلا نوشت؟ کدوم موقع؟ خونه خونه پاک نشد ولی اونجا خونه پاک شده بود از قبل. 8 بیت که نمیشه. 32 کلا 7 ورد میچینه. 8 بیت نمیشه. 16 که خودش. خب اینو بذار من صفر کنم تا مشخص بشه که میشه. این استثناء رو یعنی ببینیم. خب یه نکته دیگه چجوری بخونیم از این حافظه فلش. ما نیاز داریم بخونیم یه مقداری ازش. داده های ما 16 بیتیه فرضاً. مثلا چی؟ saved data. این چیزا رو چرا نپرسیدیم؟ اف ارور رو چرا نپرسیدیم؟ اینو یادتون باشه بگم. گفتم بعداً میگم. نپرسیدیم. خب یه چی بود؟ save data. save data من بشه یه مقداری از حافظه فلش. خب تابعشو بگی؟ تابع نداره. خیلی ساده تر از این حرف هست. یه ستاره میذاریم کستش میکنیم تو قالب یوینت 16 تی. حالا خیلی راحت آدرس جایی که میخواد متغیرتون رو بخونید 0x08 0a123 به این ترتیب از فلش برمیدارم میذارم تو اسرم. سیو دیتا من تو اسرمه. از فلش برش میدارم میذارم تو سیو اسرم. این دوتا علاماتی که اینجا میذاریم اولا یعنی پوینتر به یه خونه فلش اشاره کردیم. تو من کستش کردیم تو قالب یونیت 16 استا اندرلنتی. سیو دیتا آره چون 16 بیتیه. نه آرایه نیست. سیو دیتا یه عدد 16 بیتیه. فقط یه خونه رو یه 16 تا رو برمید. این سیو دیتا یونیت 16 اندرلنتی یه محتویات این خونه رو. چی؟ فور بعد بزن. اون ستاره بغل یونیت داخل پرانتز اون که پشتشه درسته. اینو خب این ستاره باید به یه چیز اشاره کنه. این ستاره به یه عدد خالی نمیتونه اشاره کنه. این ستاره پشتشه یعنی که محتویات داخل خونه ولی این ستاره داخل پرانتز. این خب این به خاطر این هم هست. وقتی ستاره میذاریم ستاره خالی که بذاریم یعنی نه محتویات این خونه. اول میره این خونه رو کستش میکنه تو این قالب بعد ستاره آدرس یه پوینتر رو میده. حالا اون کست کردن ستاره جلوش بشه. اون ستاره جلوش یعنی کست بشه. نه کجا نه کست کردن یعنی این کلا این پرانتزه کست اون ستاره. خب همین دیگه ما اومدیم اول این عدد رو تبدیل کردیم به این قالب چون ستاره برای عملگری که پوینتر عمل میکنه. ستاره فرض با اینو فعلا ولش کن. اینو ولش کن. چون یه آدرس داخل پرانتز راستیه باید به یه متغیر همین آدرس کست بشه. این ستاره حتما باید پشت یه پوینتر باشه. این ستاره اولیه. حالا برای که بخوایم این آدرس رو به یه پوینتر تبدیل کنیم باید کستش کنیم تو قالب یه پوینتر. الان کستش کردیم توی قالب پوینتر 16 بیتی. در واقع آدرس پوینتر رو چی؟ ستاره پشت پرانتز آدرس یه پوینتر رو این ستاره فقط میگه محتویات این خونه. این پوینتر یه جورایی اینو تبدیل کردیم به پوینتر بعد حالا آدرس هم اومده محتویات رو داره. محتویات اند آدرس ستاره محتویاتشه. خب ببینیم سیو دیتا ما چند میشه. اف ارور رو نگفتم چون نمیگی. خب 6:21 دقیقه زود میگذره. پاور رو قرار شروع کنیم جلسه.
این ارور هم ببینید cannot access memory. رفتم یه جای پرت از حافظه نمیتونه اونجا رو بخونه و اونجا اجازه دسترسی نمیده. تو حالت دیباگ. خب 17 دوباره اومد این پیج رو پاکش کرد. فلش پروگرام دوباره اینجا ریخت، اینجا هم ریخت. فرقی نمیکنه، همونه. کستش بکنه نکنه همون 16 بیت میرسه. خب اینجا خونه 8 رو می‌خواستم ببینم چه اتفاقی افتاد براش. خب الان این 03 آپدیتش نکرد چون پاک نشده بود. اینجا انتظار داریم 0 رو بریزه توش. 0 رو می‌بینید میریزه توش. 0 استثناست، دقت کنید به این. اینم از این 0 رو ریخت. حالا می‌خوایم سیو دیتا رو چک کنیم. بعد از آدرس 00 برداره. سیو دیتا رو تو واچ می‌تونیم ببینیمش. ببینید یه مقدارش 1. خیلی راحت میتونیم از حافظه فلش بخونیم، توش بنویسیم. با عنوان یه ایتوپیرام خیلی قابل اعتماد و خیلی ظرفیت بالا ازش استفاده کنیم. چی؟ آره. این خوبه اعدامش کردیم. حالا دوباره بزنیم. حتی الان که مشخص نمیشه، میدونی که مشخص میشه. من دوباره پروگرامش نکنم. الان به محض اینکه برق بهش وصل شه اجرا میکنه دیگه، میریزه توش. من باید ریست نگهش دارم تا برم تو دیباگ. حالا به جای اینکه این کارو بکنم الان پروگرامش میکنم یه بار. فقط شانس بیاریم که اون پیج 20 تو اون سکتورهای برنامه‌مون نباشه که پاک نشه تا اونجا. اینجا ایریس سکتورز رو زدیم دیگه. ایریس فول چیپ نبود. خب الان برنامه داره اجرا میشه. میکنمش. دوباره وصلش میکنیم. دیگه الان نمیریزه، چیو نمیریزه تو فلش. فقط از آدرس A00 برمی‌داره میریزه تو سیو دیتا. حالا ببینیم واقعا این کار میشه. سیو دیتا شد 1. خیلی راحت. خب این حافظه فلشه رو خوب یاد بگیرید که خیلی خوبه. ما تو هم پروژه کذایی که دیدین چون سرعت ارتباط با رممون کم بود مجبور بودیم یه بافر تعریف کنیم. بعد این بافر پر شد. 20 کیلوبایت حافظه اسرام رو کامل استفاده کردیم، پر شد. مجبور شدیم بریم سراغ حافظه فلش. 64 کیلوبایت حافظه فلش. چون سرعت ارتباط با حافظه فلش کم بود نمیتونستیم از اونم استفاده کنیم. دیگه فکر کنید چیکار کردیم. چی؟ نه نمیشد کاری کنیم. کاری نکردیم. اون لحظه هایی که کم می آورد چون خیلی محدود مثلا 1/10 ثانیه تو هر 10 ثانیه تو هر 100 ثانیه شاید به مشکل میخورد. اون 1/10 ثانیه رو سرعت نمونه برداری آوردیم پایین ولی دیتا رو باید ذخیره میکردیم یه جا. اونجا که سرعت نمونه برداری پایین بود تو فلش ذخیره میکردیم. بعد حالا خوندن این چون یه فیفو بود این باید به ترتیبی که میریزه به همون ترتیب برداره. بعد خوندن این خیلی دردسر داره. از اینجا باید بریزه تا ته اسرام، بعد بره رو فلش، بعد دوباره برگرده اسرام. خوندن این کلی دردسر داشت و اینا که دیگه با کلی بدبختی درست شد. خب دیگه اما جا 16 بیت همین. خب اف ارور حالا بعد از چند بار اف ارور اسمشو که حالا من گذاشتم ارور ولی واقعا ارور رو نشون میده. یه متغیر آنساین اینت 32 بیتیه. این متغیر آنساین اینت 32 بیتی همشون اول یکن. تمام این اف ارور رو 1 میکنن. بعد وقتی رفت توی این تابع از این تابع که اومد بیرون اف ارور نتیجه پاک کردن اون پیجا رو نشون میده. اگه کارش موفقیت آمیز بود بیت متناظر با اون پیجی رو که پاک کرده 0 میکنه. ببخشید 0 نمیکنه. 1 باقی نگه میدارش.
مثلا الان ما گفتیم پیج 1 رو پاکش کن، چیز پیج چنده؟ چه پیج 20 دیگه. پیج 20 رو گفتیم پاکش کن، میایم چک میکنیم بعدش میبینیم پیج 20 صفر یا یکه. اگه صفر بود یعنی فیل کرده، نتونسته پاک کنه پیج 20 رو. اگه یک بود یعنی اوکیه، پیج 20 پاک شده. پیج یعنی این بیت صفر میشه پیج صفر، اونم که میشه پیج 20. خب دیگه اره یه میشه چی؟ این اره تعریف کردیم که یه چیز داره دیگه. یه چی داره؟ همین اف ارور رو خب یه اره تعریف کردیم. یه آرای است، یه خونه ای، یه خونه 32 بیتی. ما یه خونه 32 بیتی. هر پیج بیشتر از 30 پیج فکر کنم من اینجوری چیز نگفتم. کام عدد متناظر با اینه. این تا 2 به توان 32 تا پیج میتونه داشته باشه دیگه. تا 2 به توان 32. دیگه آدم بیا چی بود؟ 32 پیج. نفهمیدم چی میگه اصلا. چی؟ نه خدایی ننوشتم. اینجاست. چرا page error point arrived that contain configuration faulty page. نه همین از 32 تا پیج بیشتر بود چیکار میکنه؟ چی؟ نه برای همه میکرو کلا کتابخونه حل یکیه. همین میکرو خودم کانکتیویتی لاین 127 تا پیج داره دیگه. نه دیگه ببین الان شماره‌ای که برمیگردونه اینجوریه دیگه. فرض کن چیزش آره این فرض کن شماره پیج 1 صفر رو نتونسته پاک کنه. شماره‌ای که به ما برمیگردونه صفر. این عدده منهای صفره. این عدده منهای. بعد حالا اینجوری مشخص میشه. فرض کن شماره پیج ما 1. شماره پیج ما 1 یعنی پیج 1 رو فیل کرده. اگه این عدد رو دریافت کردیم این همش پاک شدن. اگه این عدد منهای 1 رو دریافت کردیم این پیج 1 مشکل داره. بعد حالا فرض کن پیج 1 و 0 و 1 مشکل داشته باشه. پیج 0 و 1 میشه منهای 3. اون عدد منهای 3. همونه یعنی یه جور دیگه. ببین پس حالا فعلا اینجوری در نظر بگیرید فعلا 255 فرض کنید 8 بیت داریم براش. فرض کنید 32 تا نداریم 8 بیت داریم. در همین اف اروره. اینجوری میگم که مشخص باشه چی میشه. اگه 255 بود یعنی همه پیجا پاک شدن. همه چی اوکیه. حالا پیج 0 رو پیج 1 رو فیل کرده. این پیج 1 رو نتونسته پاکش کنه. اگه پیج 1 رو فیل کنه 254 به ما میده. چرا؟ پیج 0 اوکی بوده. چی؟ 253 چند. اوکی بوده همه چی. این پیج 2 رو فیل کرده. حالا پیج 0 و 1 پیج 1 رو فیل کرده. اگه پیج 0 و 1 رو فیل کنه این منهای 2 250 اینا فیل شد. خب چجور چکش کنیم؟ خیلی راحت تر از اون که فکر کنیم. ناتش میکنیم بعد با تعداد یکاشو میشماریم ببینیم کدوم بیتاش یک شد. مثلا همینجوری چک کردنش هم که راحته ولی خب اگه بخوایم دقیق چکش کنیم راحت چکش کنیم ناتش میکنیم تعداد چیزاشو میشماریم. حالا یعنی که الان زدیم الان فقط چیز شد یعنی 20 دیگر فقط نه هیچ کدوم اگه 20 رو فیل کرد میشه 2 به توان 32. اگه فیل کرد یعنی چی؟ اگه نتونست پاک کنه پاک میکنه یا نمیکنه مثلا ما این گذاشتیم که پاک کنیم. خب این نتایج رو نشون میده، نتیجه عملیات رو نشون میده. خب همین الان ما مثلا گذاشتیم که 20 رو پاک کنیم. آره. خب فقط 20 رو باید پاک کنیم. آره. پس یعنی الان 20 رو باید اوکی باشه بقیه فیل باشه. نه همه چیزن به غیر از اون که ما دستور دادیم بهش. ما گفتیم 20 رو پاک کن حالا اون فقط 20 رو تغییر میده. این بقیه تغییر نمیده دیگه. آره. بقیه فیل دادن. بقیه اف خب اف یعنی 1. اگه 1 باشه یعنی اوکی. اون 20 رو صفر میکنه.
2/20 منهای 1 شما چیزی که ما بخواهیم. خب این هم از این دیگه. چیز خاصی که دیگه نیست ببینیم. نه دیگه خاصی نیست. خب سوالی چیزی ندارد از اینا؟ اینتراپتش اگه خواستید از اینتراپت استفاده کنید کالبکش اینه هل اندرلاین فلش میتونید بگین این اند آف اپریشن کالبکشه وقتی پروگرامش تموم شد میاد اینجا فکر کنم ایریسش هم میاد همینجا دیگه این اند آف اپریشن کالبکه این اپریشن ارور کالبکه یا حالت هم اینجاست کالبکش فکر کنم برای پروگرام یعنی برای پروگرام که حتما هست حالا نمیدونم برای ایریس هم میاد اینجا یا نه اینجوری نمیاد اپریشن ارور نه دیگه برای ایریس هم همینجا میاد چه؟ آره برای ایریس هم میاد همینجا خب این هم از این دیگه کالبکاش هم اینا ورودی ندارن چیزش هم که برای فعال کردن اینتراپتش از NVIC اینا نگفتم بهتون از این واحد NVIC فلش گلوبال اینتراپت رو باید فعالش کنید فلش گلوبال اینتراپت فقط تو واحد NVIC که فعالش کنید که از واحد NVIC هم فعال بشه یا که بزنید از تو خود پیرفرال با دستور آندرلاین آیتیش فعال میشه فلش پروگرام آندرلاین آیتی و فلش ایریس آندرلاین آیتی نه اینتراپتش یکیه با کی؟ آره فلکش رو میره خود کیو حل چک میکنه یکی از این دو تا تابع بود فقط بین ایریس و پروگرام باید خودمون بدونیم کدوم چیز کرد کدوم همین استفاده کرد خب دیگه سوالی چیزی ندارید ساعت 6:34 شد الان جدی میاد سوال صحبتی چی؟ اصلا نداشتم